قدری زر زرگر بدوند قدری زر را زرشناس میگند. این همه زیبایی هایی که در نزد ما میبینید، ما آمدیم سراغ سازنده این همه گل های زیبا تا بهرتان بگویم که این گل های زیبا از کجا، کی و چگونه در چقدر وقت آماده می شود. برنامه نوبتی استعداد است. السلام علیکم. مهمان امروزه ما باشد زولفیه هستند. زولفیه به برنامه امروزه خوش آمدید. تشکر. میخواستیم سر اول پیش از اونی که درباره کارهای زیبای شما حرف بزنیم، درباره خودتان حرف بزنیم، کمی برای تماشابینان ما اینجا از خودتان اطلاع بدهید. سر اول سلام خودم را به اهل تماشابینان تلویزیون سیما میرسانم. با شما تشکر میگویم که مرا به این برنامه دعوت کردید. من زولفیه کریمووا میباشم. 11 ایونی سال 2004 در شهر پنجکند به دنیا آمدم. مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 71 را ختم نمودم و حالا باشد در کالج طبی در اختصاص کار همشیرگی در کورس دوم تحصیل می نمایم. سلامت باشید. تماشابینان عزیز، چطوری که آگاه شدید، زولفیه پس از اونی که مکتب را ختم کردند به مؤسسه دولتی کالج طبی شهر پنجکند داخل شده و در آنجا در کورس دوم امروزها تحصیل میکنند. ولی خارج از درس زولفیه همین زیبایی ها رو می آفرند، این گل های نادر رو می آفرند. شما فکر میکنید این گل ها چگونه آماده شده است؟ زمانی که من خودم دیدم سر اول فکر کردم این چون دیگر میوجات خوردنی است و چون پرسیدم گفتند این گل ها از صابون ساخته شده است، بوی خوشی آن در خانه می ایستد. پس آن من به خلاصه آمدم باید برویم سراغ زولفیه. زولفیه سر اول میخواستم بگویید که این گل های زیبا را شما چگونه آماده میکنید؟ آماده کردن آنها را از کی آموختید؟ من سال گذشته ماه اپریل به این کار شروع کرده بودم و وقتی که بیبیم از حج آمدن و ما دختری عمم از شهر ازبکستان چنین یک دسته گل میدهک آوردند و من خواستم که دانم که این چه خیلی است، از چی تیار کرده شده است و فهمیدم که در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان چنین کورس ها گذرانده می شود و من با همراهی پدرم به آنجا رفتم و مدت 10 روز این را از یک زن آموختم. در طول 10 روز آماده کردن این گل ها را آموختن مشکل نبود؟ آنقدر نه. کاری مشکل نیست؟ نه، اگر شوق و رغبتتان به این کار بسیار باشد برای شما مشکلی ندارد. واقعا اگر به هر هنر شوق و رغبت داشته باشی آموختن آن به کس مشکلی نمی کند، زیرا تو آن را دوست می‌داری و می‌خواهی بیاموزیش. خب محصولات را از کجا میگیرید؟ اشیاء خام را از کجا دسترس میکنید شما؟ محصولات را از جمهوری ازبکستان شهر سمرقند از آنجا دسترس میکنم. چگونه دسترس میکنید؟ مشکل نیست؟ نه، از آنجا هر هفته میروم، از آنجا میبیارم. هر هفته شما خودتون برای اشیاء خام به ازبکستان میروید و اینها رو میارید. در تاجیکستان نیافتید یا اینکه نکافتید؟ نه، در تاجیکستان از این چیزها وجود ندارد. شما که این گل ها رو میسازید گفتید از سال گذشته آغاز کردید، در کجا به کیها میفروشید؟ برای زنها، بانوان، این را بسیارتر در روز زادروز، در روز عید مادران، برای تحفه بسیار هم مناسب است. در یگان دکان یا مغازه شما اون رو به فروش برآوردید؟ چگونه؟ حالا نه، حالا فقط در خانه و در آینده من میخواهم که یگان دکانچه گشاده باشم برای خودم و محصولاتم را به فروش برارم. شما که گل میسازید و چطوری ما آگاه شدیم همزمان لباس هم میدوزید، دوزنده هستید، اما کاری همشیرگی را خونده ایستادید. در آینده کدام کسب را انتخاب میکنید؟ در آینده میخواهم هم
کاری خود را در بیمارخانه همچون همشیره طب دوام دهم و بیرون از کار این کارم را نیز ادامه دادن میخواهم. یعنی شما این هنر خود را نمیپرتایید و برای شما مشکلی نمیکند؟ نه، برای من مشکل نیست. یک دانه همین گل را برای مثال گیریم، انا همینش را شما طول چند وقت آماده میکنید؟ طول 1 یا 2 روز. 1 روز این را آماده میکنم و 1 روز دیگر این باید خشک شود. در اینجا 9 دانه گل است. هر یک دانه این گل را شما در قالب میگیرید و آماده میکنید. چقدر می ایستد در کدام قالب؟ کمی درباره اینها اطلاع بدهید. من این قالب های گل می باشد. من صابون را در حرارت بلند گرم کرده در درون این می ریزم و پس از نیم ساعت 25 دقیقه آن تیار می شود. هر یک دانه‌اش؟ بله. شما برای آماده کردن هر یک دانه این نیم ساعت وقت صرف میکنید؟ بله. پس از آن باید که همه این در یک جایی که خشک شود. مدت 1.5-2 روز باید خشک شود. من این بابونه است. این صدبرگ. و اینجا میبینیم گلی لاله هم دارید. لاله هم دارم. میوه هم هست. میوه‌جات هم دارم. موافق طب و ذوق آدمان شما بله. گل ها رو میسازید. پس از آن همش را در یک سبچه میگیرید. در یک سبچه. اینها رو از کجا میگیرید؟ چون هر رنگ هستند، اندازه‌اش هم گوناگون است. اینها را نیز از جمهوری ازبکستان دسترس میکنم. اینها آماده است. آماده آماده‌اش است. رو میخرید. من فقط گلش را تیار میکنم. فهمو. خب بوی این صابون چقدر میستد؟ بویش اگر خطا نکنم 6-7 ماه می ایستد. بعد از آن آیسته آیسته گم شده می رود. خودش باشد می ایستد همه وقت. مانند یگان ارمغان. رنگش را نیز می اندازند. چون اینجا رنگارنگ است، سرخ است، سفید است و دیگر رنگ ها است. با این رنگ اضافه میکنید؟ بله. وقتی گرم کردن و درون این ریختن کمتر رنگ و کمتر بوی. برای خوشبو شدنش هم شما خوشبو شدنش خود میکنید؟ بله. چگونه صابون است؟ صابونی عادی است یا یگان صابونی دیگر است؟ صابونی که مخصوص است بله برای تیار کردن چنین چیزها و این را استفاده برده نمی شود. فقط برای همین چیز به کار میبرند. سلامت باشید. و غیر از صابون اینجا در نزد ما دیگر نمودی گل ها هم هست. اینها را از چی آماده میکنید؟ اینها را از لنته تیار میکنم. این هم کارش دشوار است. دستی است، دشوار است. با شم آماده کرده می شود. چگونه؟ با شم یعنی که با کلی نه با شم میچسبونید. هر یک قبطی اون رو میچسبونید شما؟ بله. آب می شود میچسبد به یکدیگرش. بعد چنین دسته گل آماده می شود. اینها را شما در قالب میسازید، اما اینها را دستی است و این بوی ندارد. مشکل تر است. بله. این بوی ندارد. باز گفتید از کاغذ هم میسازم. از چگونه کاغذ هم میسازید؟ من خیلی کاغذ های رنگی استفاده میبرم. چون این برگ ها را خیلی که گفتم از جمهوری ازبکستان میارم. این سبچه‌اش رو نیست. این هم دستی میباشد. این هم به قالب. و اینجا گلدسته عروس هم هست. بله. این رو چطور آماده کردید؟ از کاغذ است؟ این از کاغذ است. این رو هم دستی تیار میکنم به قالب. بوی ندارد. ولی با مثل گل زنده است و گل عروسان میتوانند این رو در خانه چند سالها همچو رمز روز عروسی خود نگاه بدارند. نمودی دیگرش هم هست. صدبرگ. 2 نمودی صدبرگ است. خیلی واقعا زیبا است. بیهوده نمیگویند هنر سرمایه گرانی است که آن را با یگان دارایی ثروت سیم و زر عوض کردن و خریدن ناممکن است. هنر انسان را بزرگی و شهامت بخشیده او را بالیده روح میگرداند. شخصی با هنر درختی با ثمری را میماند که شبیه میوه های با لذت و خوردن باب است. شخصی با هنر دریا را میماند
که آن را هر زمان آب است زلال و آشامیدنی. در هنر کوش که زر چیزی نیست، گنج و زر پیش هنر چیزی نیست. هنری نه که دهد سیم و زرد، هنری از دل و جان رنج برد. شخص هنرمند از دانه خیرمنی می سازد، از متاع جامعی می دوزد، از گل گلزار حاصل می کند. با دستان هنرمند و بزرگ و مهنت آفرینش عقل بیننده را اسیر می سازد. زولفیه نیز نه همین گونه است. او از صابون گل و از متاع لباس آماده می کند و از هیچ چیزی می سازد. آن هم چی زیبایی. میگوید دوزندگی را هنوز زمانی مکتب خانی یاد گرفتم و در تعطیل برای بانوان کرته های گوناگون آماده می کنم. همه هنرها هنگام آموزش دشواری ها دارند. رنج دارد که کس را دلگیر می سازد، ولی کم آدمانی یافت می شوند که این دشواری ها را پس سر می نمایند و هنری می آموزند. بیخبر از آن که آموختن هر یک هنری والا انسان را در زندگی والا مقام و صاحب تجربه و بزرگدل و با آبرو می گرداند. هنرمندی اصیل با هنری والای خود در یگان دور و زمان به کسی یا چیز احتیاج پیدا نمی کند، دست نگر نمی گردد، زیرا خود کانی هنری والاست. هنر یک کارگاه بزرگی است که دائما همسفر کسانی با استعداد است. هر یک زن باید زیبایی آفر باشد، میگوید زولفیه، زیرا آینده او مادر می شود و به فرزندان خود باید هنری را بیاموزد. از یک زن در خانه دوزندگی را می آموزاندند به چند دختران. من در پیش اون کس شاگرد بودم. وقتی که صنف 10 را ختم کردم، مادرم مرا به اونجا بردن. از صنف 10 سر کرده من دوزندگی را یاد گرفتم و تا این جانب در تعطیل‌های تابستانه کرته ها می دوزم برای بانوان، برای زنها. مشکل نیست شما زمانی که در مکتب می خوندید همزمان هنر می آموختید، از درس ها عقب نمی موندید؟ نه، به همش وقت می رسید. وقت می رسید. بله. هنر را آموختن، هنری دوزندگی، گل ساختن، یگان نفر به شما توصیه داد، مادرتان یا کسی دیگر یا خودتان می خواستید؟ اصلا خودم می خواستم، مادرم نیز می خواستن. برای همین مرا برده خودشان به اونجا گذاشتن که یاد گیرم. نفرانی که به نزد شما می آیند برای دوختن کرته یا خریدن گل ها اساساً کیها هستند؟ شما را از کجا می شناسند؟ اساساً از مثلا وقتی که من این کار رو سر کردم، اول خویشاوندان خریداندم، بعد همسایه ها، بعد آدمای بیگانه پخم شد دهان به دهان. یعنی از خویش و تبار دوگانه های شما دوگانه ها، دوستا، همسایه ها، همش آیسته آیسته پخم شد. در آینده گفتید میخواهم دکانی فروشی این گل ها را تأسیس بدهید. تا کدام اندازه به این فکر خود مطمئنید یا هوس است؟ نه، هم هوس هم هست، هم میخواهم که چون حاکم شهر وقتی که به خانه ما آمدن گفتند که وای من به تو کمک میکنم. گفتند یگان دکانچه رو بگیر. گفتم من به تو کمک میکنم چون این محصولاتت را به خارجی ها پیشنهاد کنی. واقعا زمانی که رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از هنرمندان سابقه داران شهر دیدن نمودند، به خانه زولفیه آمده کار زولفیه را باعث تحسین خواندند. این را در سامانه‌های اجتماعی در تلویزیون هم مشاهده کردیم که زولفیه را آفرین میگویند و میگویند این را همچون هنری دستی تاجیکان باید به سیاحان و خارجیان پیشکش بکنیم. تماشابینان عزیز، ادامه برنامه استعداد است و مهمانی امروزه ما باشند زولفیه هستند که این روزها دانشجوی کالج طبی شهر پنجکندند و همزمان در برابر خواندن گل می سازند، دوزندگی می کنند. بجز از این می خواهیم درباره حیات شخصی زولفیه سخن بگوییم که در زمانی مکتب خانی زولفیه در کدام چاره‌بینی ها اشتراک می کردند، کدام هنرها را دارند؟ من از خردی شوق و رغبتی زیاد به رقص داشتم. وقتی که من می خوندم در باغچه، مرا بسیار در برنامه ها
мегирифтанд, ман фақат рақс мекардам, рақси гурӯҳӣ, рақси яка. дар мактаб низ чунин буд. Дар мактаб қариб дар ҳама чорабиниҳояш ман иштирок мекардам, рақс мекардам. дар озмуни рақс бикун ҷоно ҷои дуюмро ишғол кардам. Маро ба шаҳри Хуҷанд фиристоданд. дар он ҷо низ ҷои намоёнро ишғол кардам. боз дар шаҳри Исфара озмуни сапеда шуда буд. дар он ҷо низ иштирок карда будам. рақсиданро хеле дӯст медорам то ҳол. рақсиданро дӯст медоред, аммо рақс нозукиҳои ба худ хос дорад. шумо дар ҷое таҳсил кардаед, омӯхтаед? бале, ман дар мактаби санъати бачагона таҳсил кардам 4 сол. устоди ман Абдумалик Сидиқов буданд. дар он ҷо 4 сол таҳсил карда соҳиби диплом шудам. чаро идома надодед? акнун фикр мекунам калонтар шудам, боз ба ман дигар ҳунарҳоро ёд гирифтан мехостам. бо ҳамин тамом шуд. раққосагӣ сину сол намепурсад. шумо метавонистед, чун 4 сол хондед, диплом ҳам доред, ҳунари раққосагии худро идома бидиҳед, ё нафаре аз оила зид буд, ё худатон дигар рақс накардед? не, худам дигар накардам. ман аслан мехостам ки коргари бонк шавам, дар бонк кор кунам, вале оилаам розӣ набуданд. онҳо мехостанд ки ман ҳамшираи тиб шавам. бо хости оилатон шумо кори ҳамширагиро интихоб намудед. бале. ва муваффақ ҳам мешавад агар ки дар дил ба ин хоста амал бикунед, дар дили худ орзуи воқеӣ онро дошта бошед, кас метавонад муваффақ бишавад. албатта. хуб, тамошобинони азиз, биёед инҷо рақсеро мебинем ки онро Зульфия иҷро карданд. зульфия каримова ба ғайр аз оне ки гул месозанд, барои кӯдакон ана ҳамин гуна бозичаҳои бисёр хурду зебо ҳам омода мекарданд. ин бозичаҳоро аз чӣ тайёр мекунед шумо? инро аз риштаҳои мебофиданӣ тайёр мекунам. бозичаҳои мулоимро низ. инашро аз лента, чашмону бинияшро аз тугмачаҳо истифода мекунам. инро низ харидоронаш зиёданд. чӣ гуна омода мешавад? чӣ қадар вақтро мегирад? 1-2 соат вақт дар кор аст. ришта боз барои ба ҳам пайваст карданаш аз ришта истифода мебаред? бале, ҳамааш ришта аст. дохили ин ҳам ришта аст? ҳеҷ чизи сахт нест. инро аз куҷо омӯхтед? инро худомӯзӣ кардам. дар куҷо дидед? дар сомонаҳои иҷтимоӣ. дар сомонаҳои иҷтимоӣ дидед? сомонаҳои иҷтимоиро метавон ба манфиати худ истифода бурд. ҳама падару модарон мегӯянд фарзанди мо аз оне ки бисёр телефон истифода мекунад, дарс намехонад ё одатҳои бад меомӯзад. аммо агар хоҳиш бошад, агар ақл бошад, аз сомонаҳои иҷтимоӣ метавон ҳунар ҳам омӯхт, ки яке аз он нафарон Зульфия ҳастанд. Зульфия, инҳо аз чанд пули сар мешавад ин бозича, ин гулҳо? зеро замоне ки ман худам ин гулҳоро дидам, саволҳои зиёд буд дар бораи нархи он. нархаш ҳар гуна ҳаст, арзон аст, қиматашам ҳаст. мувофиқи дархости ҳамин бозича чанд пул аст? ҳамин бозича аз 30-35 сомон сар мешавад то 60-65 сомон. калонаш ҳам ҳаст яъне ки? бале, калонаш. гулҳо низ ҳамин хел нархашам. ба андозааш нигоҳ карда, яъне нархгузорӣ мекунам. бале. дар охир чӣ гуфтание доред ё чиз мехостед бигӯед ки ман ба шумо савол надодам? дар охир ман миннатдории худамро ба аҳли оилаам мерасонам, чунки онҳо маро бисёр дастгирӣ карданд дар ин ҳунарам, дар ин ҷода. махсусан модаркалонам, он кас худашон ки муаллима ҳастанд, муаллимаи пешқадам, ҳозир бошад ба нафақа баромадаанд, раиси маҳаллаи Зардолзор мебошанд. он кас ба ман бисёр ҳам ёрдам карданд. ба он кас ман ташаккур гуфтаниям. ба шумо низ ки маро ба ин барнома даъват кардед, арзи сипос мекунам.
سلامت باشید. به همه آن جوانان، دانشجویان، خوانندگان مکتب که میگویند به جز از درس نمیتوانیم به کاری دیگر مشغول بشویم، شما چی گفتنی هستید از تجربه خود؟ من گفتنیم که هر یک زن، هر یک دختر، هر یک جوان باید غیر از معلومات باید یگان کسب هنر البته داشته باشد، چون که خیلی که میگویند هنر سیم و زر است. شخص هنرمند هیچ وقت خوار نمی شود. تشکر. واقعا ما نیز توصیه میدادیم به خوانندگان، به دانشجویان که به غیر از درس، خارج از درس به کارهای بیهوده مشغول نشوند. بگذار از سامانه اجتماعی از نفر دیگر هنر بیاموزید. درس خوندن خوب است، اما زمان خالگی از درس را چگونه سپری میکنید؟ باری فکر بکنید. آن زمان را با آموختن هنر بپردازید، مخصوصا دختران، زیرا هر زن باید که هنرمند باشد برای خود، برای عائله خود، برای فرزندان خود. و اگر شما نیز هنرمند هستید، اگر شما نیز چیزهای خیلی جالب آماده میکنید، پس مرحمت، برنامه استعداد برای شما است. شما میتوانید خود را معرفی بکنید و دیگران را نیز با آموختن هنر جلب سازید. تا برنامه های دیگر، خیر.